سال 2016 همراه مادرم حج رفتیم. در عرفات یک مردی 85 ساله از ناحیه عینی بیمار شدند. من مسئول عرفات بودم. راه بلد دوید آمد که داملا همین بیماره. بالای سرش آمدم، 85 سال عمر داره. حسبش بلنده، زمان جان دادنه. یک کلمه میگه آچه. 85 ساله. بابا جان الله بگو. هی سرسجی من بچم گفته در جوانی مادر آزار داده بودم. گفت زمان مرگ به یادم آمد. گفت پیش نظر مادرم آمد. گفت به یادم آمد همون را صدا کیستم که منو ببخشد جانم ببراید. خودش 85 سال عمر داره. شاید مادرش کدوم سالا گذشته است. همون زمان آچه میگه. برای می دوستای عزیز، هیچ نعمت دنیا شیرین‌تر و بالعزت‌تر از دیدار پدر و مادر دیگر چیزی نیست. انا دوستان عزیز، با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده و شما توصیه میتونم شرکت موحیدین مرحمت این رقمشون واتساپ دارن، مرحمت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون های. آفیسشون مرحمت کنین برادرها. البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما است. مرحمت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد. در خدمت شما شرکت موحیدین. باقی سربلند و خانواد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پول باشد. زنده باشین.